با دنبال تفتیش در مرکزهای تجارتی مسکو و ساداوات در پایتخت روسیه، مقامات انتظامی به تفتیش یک بازار بزرگ دیگر با نام فود سیتی شروع کردند. مهاجران تاجیکی در این بازار کار میکنند به رادیو آزادی این ویدیوها را از محل حادثه فرستادند و گفتند که تفتیش بازار در بامداد 12 مارس شروع شد. دیروز به ما گفتند که تا ساعت 7 صبح بازار بسته میماند. از بس که برای من فهمیدن سببش جالب بود به اینجا آمدم. این گونه اتوبوس‌ها بسیار زیادند. مرحمت ببینید، می آیند و همش پر است. ده‌ها مأمور آمان نیروهای ویژه وزارت امور داخلی روسیه برای تفتیش به بازار آمدند. در ویدیوهای کاربران دیده می شود که چگونه مهاجران به تهلکه افتاده از ترس پراکنده می شوند و به هر سمت می گریزند. خبرگزاری دولتی تاس روسیه نوشته است که تفتیش برای آشکار کردن مهاجران غیرقانونی و پیدا کردن آنها صورت می گیرد که در جنایت دست دارند. معلوم نیست چند مهاجر از جمله تاجیکان دستگیر شدند، اما دیروز دهان نفر را در مرکز تجارتی مسکو چنین دستگیر کردند. اما صبح از در اومدن حالی تاجیک و حالی سیاه را بینید که نیاکن زیستی نیاکن چند ماشین در اومده گه. در بازارهای عظیم شهر مسکو به مثل ساداوات و فود سیتی هزاران نفر از مهاجران تاجیک کار میکنند و میگویند بعد چنین تفتیش ها صدها نفر دستگیر و به سبب و با سبب از قلمرو روسیه اخراج میشوند.